امروز میخوایم در پشت موتر همین پاسویم یک تیلری جور کنیم که حداقل بار یک زرنج یا یک موتر خودی از این انتقال بده دوستان عزیز. نه با چوری لگت میشنه. خب سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما هموطنان خوبان عزیزان دیگه. خدا کنه که همه شما صحت و سلامت باشین و دور از گزند روزگار. دوستا امروز ما تصمیم گرفتیم که بعد از خیلی مدت ها اولین برنامه نوآوری ما جور کنم. امروز ما یک نوآوری که میکنیم شاید کمی طولانی تر شود این برنامه ما، چون کار زیادتر است. ما تنها 2 روز است که مواد از دیگه پالده را هستم، چون پشت مواد از سرگردان هستم. امروز دوستان ما تصمیم گرفتیم که یک تیلری جور کنیم، یک تیلری پشت موتر، مثل یک بادی زرنج که دکنی موتر وصل کنی. در چیز نیست دوستان عزیز، در افغانستان اونقدر رواج نیست یا تو یک چیز پیدا نمیشه، شاید هم اگر باشه من ندیدم دیگه. امروز میخوایم در پشت موتر همین پاسویم یک تیلری جور کنیم که حداقل بار یک زرنج یا یک موتر خودی از این انتقال بده دوستان عزیز. بکسولی از این دیگه اینجا هم جای تایری از این میاد دوستان عزیز، در وسط یک دونه تایر میاد دیگه. اینجا ما بعضی بندکاری ها شد رفت که در وسط از یک تایر میاد. یک دونه تایر در وسط از این میاد دیگه. امروز ما میخوایم یک چیز جور کنیم دیگه. منتظر ویدیوهای ما باشین و همچنان دوستا لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را تعقیب کنین. دیگه کامنت های زیبایتان نوشته کنین دوستای عزیز. دیگه ایرا انشالله یک چیز اساسی تر جور میکنیم. میشه که بعضیا تقاضا کنه که بگو یکم یک چیز برای ما جور کو دیگه. انشالله ایرا یک چیز صحیح تر جور میکنیم که اگر مفید تمام شد که سفارش هموطنا را بگیریم و همون یک چیز در اختیارشان قرار بدیم. یا اینا را تول میکنیم چقدر وزنش میشه، چقدر پیسش میشه دیگه. موادایی که ضرورت داریم را رفته میخریم. 2 دانه تایر کار داریم دیگه، شاید 4 بولتی موتور کرولا باشه دیگه. چیزایی که ضرورت است دانه به دانه اول میخریم، لیست گذاری میکنیم که قیمت از چند تمام میشه و بعدا دیگه شروع میکنیم به جور کردن از این کراچیگک ما دیگه. ویدیو ما رو تعقیب کنین لطفاً، چینل را سابسکرایب کنین و از کامنت های مقبولتان ما را فراموش نکنین. خب دوستا این تقریبا 176 کیلو وزن از آمد دیگه. پیسه از چقدر شد؟ 5030 روپیه پیسه شد. خب 30 روپیش هم دیگه یک انرژی بخوریم و تعریف خود تخفیف است. 5000 افغانی دیگه. ماشین 5000 افغانی دیگه در یک نوشته که دفتر بان محمد جان دیگه. میبریم بار میکنیم دکنی موتر.
خب دوستای عزیز ما فعلا در اطراف روضه مبارک هستیم. میریم طرف دشت شد اما منطقه سرای. خواستم از اینجا یک فیلم بگیریم، میشه که بعضی کسا دق مانده باشه پشت مزار جان به یاد وطن. ما تا جایی که میریم فیلم برداری میکنیم، فیلم برداری میکنیم. شما نکنیم لذت ببرید. سکان سیاسی برداری این هم پیش مخابرات 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 جامعه اینجا برای کل دوار مخابرات این بار دیشت دیشت دیگه بار شروع میشه دوستای عزیز. دیگه ایرم سرک کجا بگویم اینجا شفاخانه رو هستن. سرک شفاخانه رو دیگه اینی رو ما آمدیم در کوچه شرشره. کوچه دوستم هم یاد میشم. این هم شبخانه ابو علی سینای بلخی. اینا همتون الدب دیگه این هم سرک دشتور هست. ما رفته بایستیم دمو جایی که کار داره. دوستا رسیدیم در قبرستان موترا. دیگه اینجا قبرستان موترا یاد میشه. شاید اینجا خدام کی باشه که تکر کرده حادثه کرده. دیگه چیزی که تا حال کار داریم یافت نکردیم دوستان عزیز. میگردیم که بانک این یک چیزی کار داریم یافت کردن میتونیم یا نه. دیگه هر موتر که اینجا میبینین تکر شدگی یا حادثه کردگی همینجاست. خب دوستای عزیز ما هم در چیزی که کار داشتیم اپیک کار داشتیم دیگه از اینجا یافتیم. اینا دمون چیزی که میخوایم جور کنیم تیلر ان شاء الله که میشه. البته یک 20 سانتی بینش کوتاه میشه. دیگه 2900 از ما خریداری کردیم. این 3100 برای ما بتون میشه. بعد اینا تایراش بکشیم و بریم پیش ماما ویلا رو تبدیل کنیم. دیگه اینا میکشیم خود ما. خب سلام مجدد دوستای عزیز. ما تقریبا 70% موادای تیلری ما را آماده کردیم. دیگه میخوایم حال چوکات بندی از زیر شروع کنیم. دیگه به خاطر اینکه چوکات بندی از زیر شروع کنیم می صفحه که زیر میخواستم هولدینگ کنم این یک فاصله داره. باید ما این فاصله صفر شوه. تا دوربین معلوم میشه که این فاصله باید صفر شوه. این فاصله به خاطر که نه هولدینگ میگیره و همچنان جغ میمونه. باز با این نظیر ما مجبور میشیم که چیز کنیم چرخ کنیم. دیگه یک شمان میره چرخ کنیم که بعد این فاصله با هم جین بخوره.
خب دوستان ما اینو اول یک چکبندی میکنیم، یک چکبندی میکنیم، ولدینگ کنیم میایم و همچنین اینجا فاصله ایجاد شدگی است. اینجا نصب گلابتی که تقریبا در آخر 1 سانتی فاصله میشه دیگه. ما این از این وسط ولدینگ کنیم میایم تا اینجا این فاصله صفر شوه. امروز انبور میخوایم که نزدیک بکنیم با هم. انجینر صاحب اینال زور داد بیشتر بزن، گرچه انجینر صاحب روز مریض هم بود دیگه، سینه و بغل شدی دیگه، از سر مریضی آوردیم در کار. دوستای عزیز ما هرچی که زور زدیم میره نتونستیم یک جای کرده، تقریبا 1 سانتی فاصلهش است. همراه انبور هرچی زور زدیم مجبور بودیم با یگان چالی وطنی بزنیم که میشه نمیشه، یگان انبوری وطنی جور میکنیم دیگه. یک شک ولدینگ کنیم. انجینر صاحب توکل ما به خدا. دوستا بالاخره توانستیم که اینمی نوشه بچسبانیم دیگه. انشالله که ولدینگ میکنیم پخته. اوه نه با چوری لاکد انجینر. اینجا بیا پایتا پایتا. سعی کن انجینر. خیر. خب دوستان عزیز ما باید چارچاکات از این رو بسته کنیم. چارچاکات اول فکر کنم که باید جداگانه بسته کنیم، اما از اینکه اشتل ما زیاد دبلتر است در سر خود این چارچاکات بسته میکنیم. دوستا چارچاکات از تمام شد دیگه. من نفر کمبود دارم، انجینر هم سرما خورده، این حال منقل آورده گرما میخوره. این منقله که تو خودت جور کردی نه؟ این خود سازی است که ساختی وطن از تکنولوژی خوب روشن سعی کنید. چقدری اولوی از زیاد است با خدا گرمی شایم تا اینجا میآید. اوه دیرم تو ساختیم که مصرفش کم و بسیار خوبش. شعله آتش زیاد کنید. چیزی هم ریخت دود میکنه. کدام چیز ریخته که دود میکنه نمو. سر ازی باید اگان جالیگه کم میگفتی انجینر؟ جالی میگیرم. که حالا اگر در خانه استفاده کنی اگان تفلکا دست بزنه خب را جزایش میتی. دیگه سر واز خودم هم این تو نسوا و دیگه در بدر هستم. دوستای عزیز لطفا چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را تماشا کنین دیگه. خدا کنه که از ویدیوهای ما لذت ببرین. ما کوشش بیشتر خودم میکنم که
ویدیوهایی بسازم که شما تماشا کنین دیگه. انشالله که تیلره که ما جور شود همراه تیلر خیلی برنامه ها داریم، شاید کمپینگ بریم همراه از این تیلره که ما دیگه. ما یک خستگی خود بگیریم، یک چای نوشیجان کنیم، باز انشالله باز میاییم. خب دوستان ما باید بخاطر دیوالچای میره هولدینگ کنیم یا نصب کنیم، باید چوکات ما رو به او روی تاو کنیم. هم تناسلات هستیم دوستان دیگه. کامرامای ما هم مصروف هست در کامرا، گرچه عیار میشه خود کامرامای ما یکم بیتاب است. این بیشتر از شاید 120 کیلو باشه فعلا. فعلا بیشتر از 120 کیلو باید. آید نه خدا قریب قلب دارد. اوه نه بسیار سنگین است. چی میگی؟ دیگه اگر لحشانده بکنیم ایره همی دست بخوابانی؟ دم لوکم بدستم نگه بسیار سنگین شده. یک کمربند دم بین ازی به انشاءالله که بس است. خب دوستا ما ایره قبلا بجای زاویه ایره جین زده بودیم به خاطر از اینکه چیز می صافتر بیه، اما جین متاسفانه درست نمیه. این قسمت های اشتل ما زیافه میمانه، از اینکه ایره باز دوباره بروش کنیم به مثل ازی تصمیم گرفتیم که ایره زاویه 45 درجه بروش کنیم که هم کار ما صافه، هم درست با هم جین بخوره دیگه. مجبور زاویه بروش میکنیم. خب دوستان ما هم زاویه ما رو بروش کردیم، البته یک قسمتش بعض قسمتاش زاویهش بروش کردیم 45 درجه شه که میخوایم رو ولدینگ کنیم دیگه. دیوالچه همی چیزا که ماره تیلره که ماره به خاطر از اینکه تختای مکملی که ما خریدیم نظر در اینمی چون کوتاست، تقریبا یک 20 سانتی کوتاست، و می خاطر ما مجبور میشیم که ایره توتایی بزنیم دیگه. دیگه اینجا ولدینگ میشه، از این قسمت بعد توتایی میه، چون توتایی از فرق نمیکنه که از 20 سانتی به یا از کمر به از کدام جای دیگه به. این قسمت هایی که دور مانده دیگه، چون فاصله از زیاد است 35 سانتی را ما زاویه زدیم. طبعا با چرخ که زاویه بزنی کمی خطاها را می داشته باشه، و می خاطر ما این امروز چکش می خواهیم که نزدیک بکنیم با همدیگر وصل بسازیم. دیگه دوستای عزیز